دلم بزد از اینجا اونجا کوچیدن با پرده سوسکدن در کار اسن üstün کردن داداش اینجا یه بار بیایید او چی گپ اینه یه بار ببینید بیاید ما کارنی سوسکده استم دوجا چی گپای نبینید همسایه جامشویی کردگی پروستینی سفید یک طرفش داغ دستکت خوش شود نقص کرش این ماشینش توست اینو ببینید این ماشینش توست یک طرفش ندیدوس می داغی کلا ایستاد است منه توبه این چه خیلی دنبه آوردید منه این همسایه ها نااخته برا این توبه این بچه چه و دلم میسازد این پدر و مادرش نیست می روش بینید داغش بینید کرتش بینید وای من مرم داغی کلا ایستاد است فرزانه توختا یک دقیقه توختا گوش کن تا همین عروسیت مرا دودگی بده منم همین عینکا تو یه بار تازه کنیم با نگاه کن منم تماشا کنی یگونجا چیرک هست یگونجا هست تو داشت نوشرگی کارو تو یک کسی دیگر خندیدن اول دومن خطه بوکاش میگم بگاوزم فهمیدی او خودت تیار کن کدومی که بلیت ارزان در کره مرحمت با پای شهنازه زنگ زنید. بسیار کمپانی باورناک است. زیاده از 10 سال می شود که در خدمت مردم مهاجر است. با نرخ ارزان در 5 دقیقه بلیت گرفته می دهد. با تمام دنیا بلیت هست. مرحمت به همین رقم‌های واتساپ مراجعه کنید. ساعتی کم نتیده میگم همین بگه آش نابد کی باشه ساعتی؟ چه نوبتی که؟ هرمان جان نوبتی دل شد. اوه دل شد جو خط پکک آرامکک میشنیه او نوبتی تو بود از که آش با؟ میبخشه برادرها او این هفته میومد او آش کردم او رفته آش یک با یک دو با یک سرگوشت او خورده کویا جویا با آیو تو با نوبتی من دلشاد جان رحمت اوخی همه شاهد بودین که اومده ینگه زنگ زد رفت و ما آش تو نخوردم یکا او خودت زن کلام باشی ای بیمه چی؟ من گفتم اسفندیار بدی آش همه دلشاد راست میگه همه آش همیره ما خوردم 100% روز میگه آش همه خیلی کو کیف میکنه خیلی ساده ره ینگم فریاد کرده رفتن تو خوردی اگه من رفته باشم نرفته باشم یکی بیادم نیست بدی یکا همونجا بدی خیلی باشد این بگاه نوبت کی کنی گرزتونه باشه او هرمان جان دلشاد جان او این بگه نوبت اسفندیار جان او انا مبارک شما اسفندیار نوبت آش از آن شما بودن سرگوش برادر نوبت آش گیره نکنی خیلی گپ نیست نوبت ما اشمو یک خواهش دارم برادری عزیز چی خواهی؟ همه آشا هفته دیگه موندن در کن هفته دیگه؟ چی؟ سبب از چیه؟ این هفته ما بسکشی دارم چی؟ بسکشی دارم بیا بس که دیگه درباره بود شخ نکن او برای چی؟ و چه برای چی اونو هفته بسکشی بود رفتم ما این اودام بیسور یعنی میخواه وقت بسیار سالیما را بگو جیغ چنگ خوک باور میکنید یک کس همی کراسوفکی ما زیر کرد جیخید همی گفتم خواهم میشم کراسوفکی ما توضیح کنم که یک کسی دیگه آیمه پشتی تخت پشتم یا زین زد سوار شد مره 3 بار گذاشتم محمد جون بچم چی به فرود میکنم هنمگی؟ تو چیکار کردستی؟ و تو گازت خودستی؟ حزبه ما تا زنگ بزنم کو میکشته حزبه و ایربی الو مردک نبایزنه مردک جان تست خونه بیا گازن آخی چی گپای؟ گفتم بیا آخی تست بیا کار در رفتم نمیفهمی گازن آخی؟ اینه بچه منای کو محمد جان گازت خوردسته چی؟ گازت خورده؟ یه زنک بیاخله تو کجور نگاه میکنی؟ گوش که منه کو نگاه که همون گازت سالی چنده؟ گازتی سال 2021 2021؟ مون بخره وای گازت کنه مردک چیکاری کده استی؟ 25 تا اپراتیف کار اگر که مغازینی مردک روان کنه به خب 25 تا دیگه شما مغازین دانوارا روان میکنه با امیدی همه مغازین تو کامپیوتر که مرا اهمیت نمیتی گپ کم کزانه کلی دور بیزنس اخی خب بیزنس گفته با اهمیت مو نمیتی دیگه در تخت شکه خبره کو بکیه بسم الله کی با شما برام
و علیکم السلام. ممکنه؟ بیا مرحمت رو بکشم. سوزه کنازه. رحمت. روز دیگه بامی مغازین تو رفتم مغازین محکم. همون آدرس تا اخرانی بزرگ گرفتم گفتم بیا از اون اومدم. اکاد اخیمو مغازین ساعت 5 در محکم بکنیم ساعت 9 شید 9 شاو شد اخی. نشناختم اکا جون. چیکار نشد اکا؟ او هفته ما اسمو کامپیوتر خریدم. گفتن که 1 سال گارانتی است. این 1 سال گارانتی گفتن کامپیوتر سو. فهمو کورای 5 ششم پکاله نگرفتم. سوخ. ما بعد ما گارانتی میتیم اکا جون چی خیلی کامپیوتر میسازم من نفهمیدم. خیلی سوخ اکا. می بلوک پیتنش چی؟ سوخ تا؟ بلوک پیتن سوخ. این جوسکی دیسکش چی؟ جوسکی دیسک هم سوخ. ماتریسکی پلاتش چی ماتریسکی؟ اینجا نیست ماتریسکیش. ماتریسکی پلاتا. ماتریسکی پلات هم سوخ. ماتریسکی پلاتا هم سوخ؟ مانیتور چی؟ نام اکران ایکو؟ اکا مانیتور هم سوخ. بچه همه را سوزونده ایکو تو چی خیلی کده او را؟ میشی نکنم. خانم پالی پشر شد. کامپیوتر هم سوخ. امی اینترنت هم بزار شدمه وی مازم هم خیلی گرخته کی اوتن؟ بیاتم بخواهم تلفن راسونو به خفه چون میکنم های پیر شدیده خیلی علمات پیریه اکا ما چه نمیدونم بچم چند سال کار کده نمیدونه که همیره میکروفون میگن ما اگر همیره چپانه نقبم آواز ماشین نمیدن نمیتونی بچه میکروفون میگن یه باره همین سوال بسیار نتی بچه بخیر بابا جان لابا تا؟ بیا او بیار بچه هم بخیرم تا؟ بابا جان دیگه هم نتیکو هم پشتی هم بلیتوی بازی شاکو من اینجا حالا بیوتا خیلی بچه هم یا او بیار ایوتا بی حالا شد نداده گب مولا نگرفته سی و فکرم که شد بوده و فکرم خبر با نمگیری بچه هم ای به خدمه و ای به خدمه که در وقتش فرزنده رو تربیه نکردم و راست میگه نوتا شما رای بیختونه وقتش اگر تربیه خوب میدادین این وقت از اونو میکشیدین آخه ما کجا را بخپم بچم هیچ جا رو نخباته بخی یک کاسه او بیار هر دوم بخره